سبحانه و تعالی در آیات قرآن و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث های صحیح فرمودند که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ای کسانی که ایمان آوردین، مال را در بین یکدیگر با راه‌های باطل نخورید. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که خود را مؤمن میگویند، لا تأکلوا اموالکم، نخورید مال ها بینکم بالباطل، در بین خود یعنی از جهت باطل. اهل علم بیان کردند که از کدام راهی نباشد، فن کردن، دزدی و فن کردن و غش کردن، همه اینها در تگ همین آیات میدرند. ایجاب رسد که سبحان الله یک انسان ها پول یارودن کنن برای طالب علم را و دیگه انسان ها گرفته این پول ها را خوردن. قسم به الله این حرام است و این چیزی که در بطن اینها میدرد حرام است و این خیانت در امانت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند آیت النفاق، آیت المنافق ثلاث، علامت های نفاق سه هست: اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. و در دیگه حدیث صحیح فرمودند که اگر 4 صفت یافته شود در یک شخص، منافقی تازه هست که و اذا خاصم فجر. اگر نظر کنیم و سبحان الله اگر نظر کنیم در این گونه انسان ها همین 4 صفت یافته می شود، هیچیش یافته نشود، 3 تاش یافته می شود که اذا حدث کذب، وقتی که سخن میکند در سخن دروغ میگد، وقتی که امانت رو میگیرد امانت رو خیانت میکند، وقتی که باید امانت رو دادن در کار چیکار کرد؟ دروغ میگد. و از شخصی که این مال رو میگیرد باید به جاش رساند چیکار میکند؟ وعده رو خلاف میکند. در این گونه انسان ها اگر شما نظر کنید که 3 تا همین علامت یافته میشود، 3 تا علامت های نفاق. ای کسانی که شما خیانت میکنین، ای کسانی که شما فریب میکنین، ای کسانی که شما در این راه دین به نام خود را طالب علم گفته و نام های کتاب ها را دیگرگون کرده، اعوذ بالله، نام های کتاب ها را برای خود کرده، مستحق نیستین. شما مردم را فهم میکنین، در نزد الله شما چه کلمه بردارین، یعنی چه کلای خود را بلند میکنین که یک سه نوشتگی نیستین، یک سه که گپ زدگی نیستین، چه از نام خود میکنین. سبحان الله، من تعجب میزنم. امروز متاسفانه بعضی انسان ها، بعضی بچه‌ای که خوندگی نیستن، الله سبحانه و تعالی هدایت چون کند، ولی احتیاج به خوندن بسیار چیزا دارن، فکر میکنن یک کتاب نوشتیم تمام، فکر نمیکنن در اون کتاب چندین تا غلط ها در چندین تا چیزها هست، یا اینکه دزدی کرده. مانند یکی از عالم های اهل بدعت که رسلان میگن، بعضی مثلا انسان های طالب علم ها میشناسن اونا را، یک مدخلی کرک است که تسریقات و رسلان، یعنی دزدی های همین خیلی کتاب دارن که یک طالب علم، یک شاگرد خودش کتاب نوشتگی است که دزدی های استادم، چه خیلی از دیگه انسان ها دزدی میکرد که او انسان علم دارد، نه که در بین مردم شرمنده شد. اما کجا برسد شخصی که ولی احتیاج به خواندن دارد، خودش احتیاج به قرآنش اصلاح کردن دارد و با دیگه چیزا اصلاح کردن دارد، بگیره نام دیگه طالب علم را مونده، غش کرده که پیامبر چی میگه؟ من غشنا فلیس منا، کسی که غش کند از ما نیست. و دیگه حدیث ها که پیامبر فرمودن صلی الله علیه و سلم، من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى الله عنه، کسی که مال یک انسان رو میگیرد به نیتی که رسوندن در جای خودش، الله آسان میکند میرسونش. و من اخذ یرید اتلافه اتلفه الله، کسی که میگه این مال رو میگیرد به راهی که در راه خودش کو کند، یعنی استفاده برد، گمش کند، نه به نیت رسوندن، الله میگه ای را گم میکند. والله این گونه انسان ها یعنی اندک نگذشته الله اینها را شرمنده و خوار و ذلیل میکند، زیرا اینکه از راه حرام میخورند، از راه فند و فریب میخورند. و این گونه انسان ها چنان جامعه را فساد میکنند. مثلا یک انسان میخواد 2-3 بیوزن رو یگان سوم خیر کند، این گونه انسان ها را باور میکنند میتیه در نیمی راه رفته پول رو میخورد. ما زیاد دیدیم که الله اینها را در همین دنیا خوار و ذلیل کرد با دستی با همین طاغوت، این گونه دزدها رو. در گرد گوشه ما برادرها زیاد هستند، ما این کار نمیکنیم، برادرها زیاد هستند، اما ما اکثر اینها را 100% نمیشناسیم، زیرا که به ظاهر ما اینها را برادر دیدیم
و علامت‌های اسلام و برادر دیدیم، اما 100% اینها اکثر اینها را نمیشناسیم. خاصتا خودی من نمیشناسم اکثر اینها را و برادرها نمیشناسن. زود باور نشین. بعضی برادرها بله میبرن صحبت میکنن، بله ما این کار نمیکنیم، اما این دلالت نمیکنه که ما رو گفتیم 100% طالب علم است، خیلی و خیلی است. برای همین از این پس برادرها تحقیق کرده، زیرا که امروز دزدها زیاد شدن و شخصان از نام طالب علم برآمده کتاب‌ها نوشته. طالب علم اصلا نوشتگیان، اما نام‌های طالب علم رو دور کرده و خود مانده خیلی چیزا زیاد شدن. این کارش هم حرام است. خیلی که در زمان سلف نام نمیگذاشتن، اما وقتی که فتنه اهل بدعت پیدا شد نام‌های خود را گذاشتن تا که جدا کنن. من در عکس تعجب می‌زنم، یک انسانی که مستحق همون کتاب نیست چه نام خود را می‌نویسد؟ سبحان الله. فقط از همون کتاب سوالش کنند، خب کنه میدونی تو چی از الله؟ تا که الله شرم نداشته، مردم هم شرم نمیکنی که شرمنده میشه فقط در یجو. از الله شرم نکردی تو، از این مردم شرم نمیکنی که یک سوال کنه از همون کتاب خودت ندونی چیکار میکنی بعد. الله مستعان.